بعدا همین آیت آمد. عرق، قماربازی. دادر عزیزان امروز لپتاپ بازی دارین، امروز قماربازی دارین، امروز اگروای автомат دارین. این پولهاتون هر یک تنگش در پیش خدا در جواب میگین. این مردم همه را فساد کردین، این مردم را بانکرات کردین، این مردم را دربدر کردین، این مردم را قرضدار کردین. شما در او سبب دارین. این رای درآمد 4 تنگه حرام که از همینجا می آید و میان ابو بن رای حلال دا کار کن. همین آدمایی که اگروای автомат ندارن، لتا ندارن، قمار ندارن، مردن از گوش نگیرن. همینان صاحب خانن، صاحب ماشینن، صاحب زنن، به همه چیز رسیدن. افسوس که تو عقیده ریسک از جانب خدا هست، تو هم عقیده را نداری. ابو اسحاق سبعی را که محدثین میگن اهل محدث بود، میگن وقتی که سین سالش به 100 رسید، 100 ساله بود، موی سفیدی 100 ساله بود، میگن در 2 رکعت نمازش 2 پاره قرآن میخوان. سوره بقره با آل عمران در 100 سالگیش میگد ادا میکرد. باز به سوی خدا غمگین میشد که ای پروردگارا چی نماز کمی، چی ذکر کمی به سوی تو انجام دادم با 2 پاره قرآن. از این خاطر از همه شما برادرای عزیز خواهش من این است که از نماز جدا نباشین، زیرا نماز این مغفرت گناه شما است. حضرت ابو هریره میگوید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ارأیتم لو ان نهرا بباب احدكم لو يغتسل في كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. این حدیث پیغمبر خدا است که راوی این ابو هریره است. ابو هریره را پیغمبر چی گفته بود است؟ گفته است ای ابو هریره، اگر در نزد خانه شما گفته است یک دریای گذر کند، یک حوض گذر کند، تو در داخل این حوض در یک روز 5 بار غسل کنی، 5 بار آبازی کنی، هل یبقى من درنه شیء؟ آیا از چرک در بدن تو چیز باقی میماند؟ گفتن یا رسول الله 5 بار در یک روز وقتی من آبازی میکنم البته از چرک در بدن من چیزی نمیماند. ما و شما امروز 5 بار اگر آبازی کنیم آیا در بدن ما چرک میماند؟ نمیماند. رسول اکرم گفتن که این است مثالی گفته از 5 وقت نماز. اگر کدام شما گفته از 5 وقت نماز خوانین همچنان است که شما در دریای مغفرت آبازی کردین، در دریای مغفرت گناه شما غسل کردید و خداوند گناه های شما را چکار میکند؟ تازه میکند و پاکیزه میکند. انشاءالله من در باب بی نماز چیزی به شما نگفتم و میخواهم که جمعه آینده کسانی که بی نماز هستند اینها را چی وعید هست، چی وعیدهای سختی هست، بی نهایت وعید سخت است که ما در اولی صحبت گفتیم که نماز این فرق کننده بین مسلمان و کافر است، نشانه اسلام است. انشاءالله ما و شما آگاه میشیم که بی نماز در اسلام چی حکم دارد. خدا خواسته باشد جمعه آینده من به شما جواب میگویم. الحال اینجا یک سوال تعجیلی دادن، میخواهم جواب اینه به شما گویم. در جایی که وفات میشود شمع میگذارند یا دلیل میگذارند، این چی معنی دارد؟ البته امروز در جای وفات، در جایی که پدر ما میمیرد، مادر ما و شما از دنیا میگذرد، برادر ما و شما میگذرد، در همونجا شمع میگذارند، دلیل میگذارند. شما تصور کنین من برای یک جواب به همه شما خبر میدهم که اولا این عمل نصرانی ها هست، عملی نصرانی هاست، عملی اسلام نیست. دوم این که به مجرد که شما همون شمع در همون خانه یا دلیل وقتی که همین آتش زدین گریان کردین، همان زمان در قبر پدر تو هم آتش دوزخ علنگه میزنه. زمان درگیراندن او زمان همون علنگه آتش سوزاندن پدر و مادر تو میشود. اینا نکنین. این عمل اسلام نیست. حتی با پای هاتون به شته زنین او را نابود کنین. این از همون بدبخت ها هست. تلویزور
بعد مصیبت 1 سال تماشا نمیکنن، این چی معنا دارد؟ اینش جایز است. در خانه ای که مصیبت شود، اولا خود تلویزیون مصیبت است. تلویزیونی که وقتی در داخلش اگر تربیه نداشته باشد، همون تلویزیون هایی که امروز از کانال های همون انتنه های برابری به ما و شما نشان میدهد، این تشویقات یهود است. چگونه ای که مسلمان ها امروز شما را تشویقات میکند به نماز، به زکات، به روزه، با برادری، به دیگر عمل های خیر، امروز یهود هم مسلمان ها را میخواهند که با راه های همین تلویزیونی از همین دایره اسلام دور سازند. مخصوص کانال ها کردند، کانال هایی که مردها به مردها میرسند، مردها به زنها میرسند، زنها به زنها میرسند. امروز هزارها مسلمان از جمعه میخیزد رفته و تماشا میکنه، در باقی میمونه. العینان تزنیان و زیناهما النظر. پیغمبر خدا چشمها هم زنا میکنن. زنای چشم این نظر کردن به همون صورتهای پرنگرافی است. اگر شما همون کیناهایی که امروز یگان کینایی نیست که در داخل او بالفحش و بفاحشگی باشد، اگر همون برنامه هایی که در تلویزیون ها می شود بیرون از مصیبت هم نگاه کردن اونها مصیبت است، شما گناهگار می شوید. لیکن در خانه ای که مصیبت می شود خوب می شود که 1 سال نه بلکه 2 سال تلویزیون تماشا نکنند، به نهایت ثواب کلان می شود. 1 سال نه بلکه 2 سال آموخت می شوند، ان شاء الله از همون تلویزیون دور می شوند. اینجا همون برادر در باب همون تومار و دیگر به ما سوال کردن که جواب شد. در دوام همون صحبت به همه شما خبر دادم. من بسیاری بار در باب همین مسئله زیارت های مزار گپ میزنم و بعض برادرها از من دیگر زل میفهمند. من شما را به پررگی از زیارت من نکردم. من نمیگم که شما زیارت نکنید، لیکن زیارت کنید با طریق اسلامی. اونا هم احتیاج به دعای شما دارند. آیا همین در کجای اسلام است که شما در درختایی که علل خصوص در قشلاق‌ها همون شهیدها و همون مثال گورستان هایی که هست، در همون درختهای لطبن میگویند، شما در اون لطن نبندین که شما نام خودتان در دفتر دوزخی ها داخل میکنید. انسان باید از اون درخت چی طمع دارین شما؟ از اون مزار چی طمع دارین شما؟ چی فایده است از اونا به شما؟ شما فقط دعا کنید که خدا رحمت و مغفرت چون کند. این است مقصد همون بیچاره هایی که در نزد ما و شما خوابیده هستند. و من میخواهم که به اون جاهایی که شما زیارت میروین، چی شاه یکاشه میگیم و چی شاه خاموش میگویم و چی حضرت برق میگیم که وای امت عادی ترین پیغمبر از حضرت برق بالا است، امت عادی ترین محمد. یک نمازخوان امتی که در مسجد ما هست از حضرت برق بالا است. خدا در قرآن میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس. ای امت محمد فخر کنین که شما از همه امت دنیا بهتر و افضل هستین، از همه امت پیغمبرهای پیشین، چه از برق باشد چه از دیگرش باشد، شما بهتر هستین. عادی ترین نماز، عادی ترین امت محمد از حضرت برق بالا هستند. این خدا در قرآن میگوید. شما برای اونی که اونها را زیارت میکنید یک عالم زنده را زیارت کنید، ان شاء الله ثواب میگیرید، ثواب زیاد. اگر در هر قدم او 1 ثواب باشد، در عالم زنده 100 ثواب است. از عالم زنده شما 1 بهره میگیرین. اون قدر مسافه هایی که طی میکنین، عذاب میکشین. اگر شما اراده باشین که این راه در شما باز درجات میبرین، انسان درجات نمیبره. این سخن خداوند است، سخن کتاب است. اگر کدام شما قانع نباشین، میتونین با طریق خطی از سندها و کتابهایی که دارین به من خبر دهید. السلام علیکم داملای عزیز. ما 2 برادر اسلامی میخواهیم که نام خود را عوض کنیم. یکی اشان کامل به نام ابوبکر شدند، دیگرشان خورشید بودند به نام عبدالملک شدند. خوش به حال این برادرها که رسول اکرم میگوید احب الاسماء الی الله تعالی ما تعبد له. بهترین نامی هست که در اولی نام عبد داشته باشد. عبدالرشید، عبدالملک، عبدالکریم.
عبدالوهاب، اینها بهترین نام ها هستند. باید هر یک نام مسلمان باید که در اولش عبد داشته باشه تا که بشناسیم که همین مسلمان است. امروز مسلمان های ما نام های نصرانی ها را ماندیستند. بیچاره یگان مسلمان از دست نصرانی روز ندارد، امروز نام اونها را ما گرفته در نام های فرزندامون میگذاریم. کنی یگان نصرانی، یگان یهودی نام شما را میگذارد؟ نمیگذارد. برای اونها این یک بگیم کار پسترین است که نام مسلمان در نام بچه خودش بگذارد. شما هم البته عکسی همونها رفتار کنید. خوش به حال اینها. خدا هر این برادرها را عمر دراز و تنی صحت و سزاوار این نام هایی که خودشان گذاشتن خداوند سزاوار به این نام ها بگردانشان. آمین یا رب العالمین. برادرمان فردوسی 10 سامانی در حق پدر مادرم دعا کنید که از خدای مهربان پدر مادر این فردوسی را رحمت و مغفرت بگردانی، روحشان شاد و قبرهاشون خدای مهربان پرنور بگردانی و اگر زنده هم باشند خدای مهربان عمر دراز و تنی صحت نصیبشان بگردانی. و برادرمانم عالم جانم 10 پلس برای همین نمازخانه ما و شما آوردن. این برادر عالم جان چند بار شد در این مسجد ما و شما خدمت میکند. خداوند این خیر احسانش به درگاهش قبول بگرداند و هر یک نمازخانه که در بالای نماز در بالای این پلس ها نماز میخواند خدا ثواب اون نمازها را در نامه اعمال این عالم جای بنده خودت خداوندا کتابت کنی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. داملای حاجی میرزای محترم، فرزند من همینی بیمار بستری هست، در حق وی در نماز جمعه دعا کنید. پدر همینی خوجه، یعنی اینجا یک برادرمان همسایه هست، بچه جوان هستن، بیچاره زبانشان گل شدگی هست، دیگر زبان نمیگردد، چند روز هست که بیمار هست. البته این تنی صحت بسیار یک نعمت کلان است. وی هم بچه جوان 17 ساله 18 ساله است، اینجا نماز میخوان، یک باره از زبان ماندن بیچاره. از این خاطر این زبان ها باور کنین همه اینها در زبان ما و در دهان ما و شما یک نعمت کلان است. اینا را کار کنیم که هیچ وقت به بیهوده صرف را نکنیم. زبان آمدد از بحر شکر و سپاس و غیبت نگرداندش حق شناس. حضرت سعدی میگوید این زبانی که در دهان شماست این فقط برای ذکر خدا آمده است، برای یاد خدا آمده است. اینا در غیر یاد خدا شما صرف نکنید. این نعمت خیلی گرانی هست. خدای مهربان این دادرمان شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیبش بگرداند و در قطار این بندگان سالم و صالح خدای مهربان قرارش دهد. آمین یا رب العالمین. داملای محترم در حق فرزندم دعای خیر کنید که شفا یابد، در بیمارستان کودکانه خواب است. خداوند این فرزندم شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیبش بگرداند و جمعی اینجا برادرهای بدن که از ما طلب کردن که در حق فرزندمان دعا کنید. خدای مهربان اون فرزندها را شفای کامل و شفای عاجل خداوند نصیب و روزیشان بگرده. یک برادر دیگر، یک حاجی هم از همین شهر ما و شما از ما طلب کردن که در حق هم دعا کند که خداوند کشایش کار نصیب کند. خداوند به این بنده خود کشایش کار نصیب بگردانی و هر یک عملی نیکی که دارد خدای مهربان عملهاش جامعه عمل بپشانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمعه آینده ان شاء الله در باب آدم هایی که نماز نمیخوانند